منزل حسن حسنов ساکن اسفرت در مرز با قرقیزستان بعد از گفتگوی مسئولان دو کشور تخریب شده است. این منزل در موضع کلیک در منطقه مورد بحثی موسوم به خواجه غاربابا جایگیر بود. منابع آگاه گفتند که منزل نوبنیاد را جانب قرقیزستان منبع اختلاف نامیده است. یک منبع در حکومت اسفرت روز 30 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مقامات قرقیزستان خواستند تا دقیق شدن علامتگذاری در مرز این منزل کوچانده شود. همصحبت ما گفت حسن حسنов 2 سال پیش از حکومت شهر اسفرت برای منزل زیستش در این موضع اجازه ساختمان دریافت کرده بود. همزمان برای کارهای خواجگی با او 5 هکتار زمین داده بودند. حالا او را راضی کردند تا موقتا از آنجا به دهه قلعچه بکوچد. این همصحبت ما افزود به خاطر رخ ندادن نافهمی جانب تاجیکستان نیز به کوچ دادن این منزل راضی شدند، ولی این معنای آن را ندارد که موضع به قرقیزها تعلق دارد. صاحب این منزل حالا آخرین جهازش را از این موضع به دهه قلعچه به خانه پدریش میبرد. صابر طالبوف یکی از همدیگان او روز 30 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت حسن به پیشنهاد مقامات اسفرت که تا علامتگذاری شدن مرز از آنجا بکوچد راضی شده است. او گفت دکومنتال خانه که حکومت ما دکومنتال کار دادگی توجیکومова خانه بنیاد کردگی بود. اومد پرکاز داد قرقیزستان رئیس شهر گشته پرکاز کرد توجیکو کوچوندن. در جماعت واروخ ناحیه اسفرت این اطلاع را تصدیق کردند اما از شرح رسمی آن خودداری نمودند. دلشاد رسولزاده رئیس شهر اسفرت روز 28 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق یا رد نکرده گفته بود که پاسخ را از کاتب مطبوعاتی بگیرید. اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت اسفرت روز 30 نوامبر گفت تا جای اطلاع داریم انشاءاتی که در نظر است منزل استقامتی نبوده بلکه باششگاه صحرایی است. این باششگاه هیچ ربطی به حسن حسنов نداشته است. او گفت موافق قرارهای پروتکلی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان ساختمان همگونه انشاءات در موضع‌های بحثی و خطی معین شده مرز منع کرده شده است. آقای الیاس‌زاده همزمان گفت زمین اطراف انشاءات مورد استفاده شهروندان تاجیکستان قرار دارد و اظهار امید کرد که در مورد مشخص نمودن حدود و علامتگذاری مرز عدالت تاریخی پیروز خواهد آمد. باری اول است که دو جانب سر کوچ دادن یک منزل زیست در منطقه مورد بحث زود به خلاصه میرسند. قبلا سر چراگاه و بنیاد منزل زیست در این مرز زد و خوردهای خونین صورت گرفته بود. کوچ دادن منزل زیست یک ساکن شهر اسفرت از منطقه خواجه غاربابا در حالی است که هفته گذشته مقامات قرقیزستان از کمیسیون تشخیص و علامتگذاری مرز این کشور با تاجیکستان خواستند تا دقیق کنند که این منطقه به کدامی از همسایه‌ها تعلق دارد. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند تاکنون از 970 کیلومتر مرز مشترک 519 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری نشده است.